عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. تسلیم پور هستم از کانال ATP.Finance با یکی دیگه از تحلیل های روزانه بازار در خدمت شما هستیم. خب بریم به سراغ نمودار بیت کوین و کارمون رو شروع کنیم. همونطور که مشاهده میکنید اون اصلاحی که در نظر داشتیم اتفاق افتاد و کم کم حالا جایی هست که به نظر من پتانسیل برگشت رو ما میتونیم در واقع از بیت کوین انتظار داشته باشیم. همونطور که می‌بینید یک خط روند بسیار خوب داریم تو تایم فریم روزانه که خب هر دفعه به این خط در واقع برخوردی رو داشته و نسبتا برگشت قوی رو داشته. الان هم چیزی نمونده که به این خط برسه. مووینگ تایم فریم روزانه رو هم اگر نگاه کنیم اونم به همین شکل همونطور که می‌بینیم دقیقاً زیر قیمت رو گرفته. پس پتانسیل برگشت رو توی این نقاط ما داریم. اگر هم دنبال این است که حرکت شارپه که شروع میشه، اون حرکت شارپ زمان شروع خواهد شد که این خط قرمزی که مشاهده می‌کنید روی RSI به سمت بالا شکسته بشود و خلاصه رو تایم فریم روزانه که ما مشکل خاصی رو روی بیت کوین نمیبینیم. رو تایم فریم 4 ساعته بیت کوین هم با هم نگاهی داشته باشیم. روی تایم 4 ساعته هم اگر یادتون باشه ما راجع به در واقع اون حال قبلا با هم صحبت کردیم دیگه. زمانی که معمولا این تایید صعود رو میده، از حال خارج میشه، یک برگشت روی میانه اون انجام میده و بعد کارش رو به سمت بالا میتونه ادامه بده. الان ما به در واقع میانه رسیدیم و جایی است که پتانسیل برگشت وجود داره و نقطه پیارزدی هست. این از وضعیت خود بیت کوین. روی وضعیت اتریوم هم نگاه کنیم، اتریوم هم 4 ساعته با همون در واقع میانه حاله تونسته خودش رو برسونه و کم کم اینجا جایی است که پتانسیل برگشت وجود داره و خلاصه وضعیت به این شکل است. روی آلت کوین ها هم با هم نگاهی داشته باشیم، روی تایم فریم حالا روزانه اونها رو یک بررسی با هم داشته باشیم. همونطور که این ماتیک همچنان همون کف خودش رو نگه داشته، چندین بارم حالا این پایینا جمع شده. فعلا اتفاق جدید روی ماتیک رخ نداده. روی وضعیت آدا اگر نگاه کنیم، آدام رو همون سطح قبلی، سطح هفتگی خودش رو نگه داشته و روی این کف خوب خیلی خوب تونسته خودش رو حفظ کنه. فانتوم رو اگر نگاه کنیم کف کانال رو تاچ کرده به سمت پایین، ولی خب در واقع با یک کندل درست حسابی ما این رو ندیدیم و خب ممکن است که این شوک به خاطر اوضاعی باشه که روی بیت کوین داشتیم. و در کل حالا من برای اینکه بخوام بگم فانتوم از فاز صعودی خارج شده نیاز به این دارم که این سطح حمایتی از دست بره و با این کندل نمیشه گفت که وضعیت نزولی شده. روی وضعیت TRX هم نگاه کنیم، TRX هم روی خط روند هفتگی برگشتش رو انجام داده، بتونه این دو خط نارنجی و قرمز رو به سمت بالا بشکنه. خب وضعیتش دوباره میتونه صعودی بشه و صعودهای قدرتمندی رو هم میتونه داشته باشه. روی لینک اگر نگاه کنیم، لینک خب دیروز هم گفتیم خط روند RSI رو شکسته پول بک کرده ولی حمایت رو هنوز صحیح نشکسته. این کندل نیاز به کلوز داره. بعد بریم تا آخر وقت امروز به چه شکل کارش رو ادامه میده، اما خط روند RSI صحیح شکسته شده. روی وضعیت آواکس هم نگاه کنیم، آواکس هم همونطور که مشاهده می‌کنید شبیه آدانا رو کف حمایت هفتگی قرار داره، اونم مشکلی فعلا به وجود نیومده. سند رو هم نگاه کنیم، سند هم همون محدوده قبلی هست و روی اون هم تغییر خاصی به اون شکل به وجود نیومده. این خط قرمز باید شکسته بشه که بتونه حرکت‌های شارپ داشته باشه. روی وضعیت تون هم نگاه کنیم، تون ساختارش رو به هم ریخته، اما باید توجه کنیم که خدمت شما که عرض شود باید حتما کلوز روزانه رو ما ببینیم. خیلی با این کندل توی این در واقع این تایم تصمیمی نمیشه گرفت. اگر که رو تایم فریم روزانه این رفت و برگشتی قد شه، خب یه مقدار صعودش به تعویق میفته، اما خب باید بود دید که چه کار میکنه. روی AGX هم نگاه کنیم، AGX هم رام سطح حمایتی تا حدود خودش رو فعلا حفظ کرده، به اون شکل اتفاق جدیدی روش رخ نداده. وضعیت فلوکی رو هم نگاه کنیم، فلوکی هم یک بار دیگه تاچ کرد اون خط روند رو. حالا باید ببینیم که کلوز رو امروز میتونه زیر این ایجاد کنه یا خیر. اگه که کلوز بده میتونه اصلاح تا این میدلاین کانال هم داشته باشه، اما خب اون الگو پرچمه سر خودش باقی خواهد بود با اون هدف میان مدتی در واقع خودش رو از دست نخواهد داد. روی بانک هم نگاه کنیم، بانک هم رو همون خط روند RSI و امتداد خط گردن تقریبا داره حرکتایی میزنه و در کل خیلی مشکل خاصی روش وجود نداره. ایران به سطح حمایتی و امتداد خط روند RSI تونسته خودش رو برسونه و خلاصه این از وضعیت آلت کوین ها. روی در واقع شاخص چیرگی تتر هم با هم نگاه کنیم، همونطور که میبینید روی این شاخص هم ما در واقع یک کانال نزولی داریم که اون کانال نزولی همچنان سر جای خودش باقی هست. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که یک الگوی در واقع نزولی ادامه دهنده داریم که اون به سمت پایین شکسته شده، احتمال داره که بخواد روی این خط پایینیش پول بک بزنه. از قضا این نقطه همپوشانی داره با در واقع سقف کانال نزولی، پس در نتیجه پتانسیل برگشت روی این هم نقطه در واقع بالای پتانسیل برگشت بالایی داره و نقطه یکی نقطه قوی هست برای برگشت و ادامه در واقع ریزش این شاخص که میدونید که ریزش این شاخص هم مساوی است با صعود در واقع بازار کریپتو. پس در نتیجه هم روی بیت کوین هم روی این شاخص ما این موضوع رو داریم میبینیم، پس اینو باید حواسمون بهش
باشه دیگه. این از این. روی وضعیت شاخص توتال سه هم نگاه کنیم. توتال سه خط روندش رو به سمت پایین شکست، پولبک ضعیفی هم بهش زده. حالا باید ببینیم که با سطح حمایتی چه کار میکنه دیگه. خیلی امروز بستگی داره بازار که کلا بیت کوین چه کار کنه دیگه، که باید حالا بگذاریم که کلوز روزانه رو ببینیم و فردا حتما راجعش دوباره با هم صحبت خواهیم کرد. و این از وضعیت این. روی شاخص چیرگی بیت کوین هم نگاه کنیم، اونم به خط روند در واقع نزولی سبز رنگی که مشاهده میکنید یک واکنشی رو داده، اما فعلا به اون شکل تغییر خاصی رو ما روش ندیدیم. نه فعلا میتونیم بگیم که آل سیزن داریم نه بیت سیزن. روی ASI هم که قبلا با هم صحبت کردیم هیچ تغییر خاصی مشاهده نشده. و خلاصه اینم از وضعیت کلی بازار کریپتو. نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت بازارهای جهانی، ببینیم که اونجا اوضاع به چه شکل است. خب S&P که کندل نسبتا خوبی زد و در کل همچنان فاز صعودیش رو داره و میتونه به سمت بالا کارش رو ادامه بده. روی نزدک هم اگر بخوایم نگاه کنیم که خب نزدک چارت تر و تمیزتری رو داره. نزدک هم من انتظار دارم که بتونه خودش رو در واقع تا تقریبا هولوش 20000 برسونه. یک سر و شانه ادامه دهنده هم ما اینجا داریم. الگو نادریه، معمولا سر و شانه برگشتی هستن، اما خب اینجا ما داریم روی RSI سر و شانه ادامه دهنده رو هم میبینیم که نشون میده همچنان صعودی هست دیگه. مشکل خاص عجیب غریبی روی این وجود نداره. روی شاخص دلار هم نگاه کنیم، شاخص دلار دیروز نسبتا خوب برگشت، اما امروز حالا باید ببینیم که در واقع چه کار میکنه دیگه. اینم اگه بتونه از این ناحیه مقاومتی ریجکت بشه، ما میتونیم بگیم که این شکست و پول بک بوده و خب نسبتا میتونه جذاب هم باشه برای تمام بازارهایی که در واقع مقابل دلار هستن دیگه. و این هم از شاخص دلار. روی اونس هم نگاهی داشته باشیم، اونس رو هم اگر روی تایم فریم 4 ساعته نگاه کنیم یک همچین رفتاری رو من ازش انتظار دارم. حالا تا حدودی در واقع مسیرش رو هم داره پیش میره. درش هم همون حاله هست که در واقع روی تمام بازارها داریم باش کار میکنیم دیگه. اون حاله به سمت پایین شکسته، معمولا یه پولبک به میانش زده میشه، بعد کارش رو ادامه میده. اون نمودار در واقع تشبیهی که در واقع این نمودار داشت با نمودار بیت کوین هفتگی هم خب بسیار جالبه که حالا توی ویدیو در واقع فکر کنم پیروز راجبش با هم صحبت کردیم دیگه. احتمالاً همون رفتار رو تکرار خواهد کرد. و این هم از این. روی وضعیت نفت هم نگاه کنیم، نفت هم همچنان اون روند نزولیه رو نتونسته بشکنه، با اینکه بالای خوبی هم اومد اما خب در حدی نبوده که بتونیم بگیم صعودی شده. روی حالا اگر نگاه کنیم خب اینم خیلی قشنگ دیده میشه دیگه و احتمالاً یک بار دیگه تا این میانه حاله میاد و خب حالا بعدش چی میشه رو باید صبر کنیم ببینیم که چه کار میکنه، چون که در واقع به حرکت نزولی که میخواسته در واقع به هدفش رسیده دیگه، از حال خارج شده، پولبک به میانه و ریزش اصلی رو انجام داده. حالا باید ببینیم که در ادامه چه کار خواهد کرد. و اینم از وضعیت کلی بازارهای جهانی. خب نگاهی هم داشته باشیم به بازارهای داخلی، ببینیم که داخل ایران اوضاع به چه شکل است. قبل از اینکه کارمون رو با تتر تایم فریم 4 ساعته شروع کنیم، ممنون میشم که اگه فکر میکنید ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت هم بگذارید. خب بریم به سراغ تتر. همونطور که مشاهده میکنید اون خط سبز به سمت بالا شکسته شد، یه پولبک ضعیف هم رو سطح مقاومتی ما داریم. در نتیجه انتظارش میتونیم داشته باشیم که کم کم آهسته حرکت به سمت بالا بتونه ادامه دار باشه و فعلا سیگنال MA و ابر هم که در واقع به سمت خرید هست و هر دوی اینها وضعیت سعودی رو متاسفانه نشون میدن. بهتره بگیم ریال نزولی هست و در کل حالا خیلی اوضاع برای ریال جالب نیست. روی دلار تایم فریم روزانه هم اگر نگاه کنیم اون همچنان در واقع مد 60 رو نتونسته پس بگیره. باید صبر کنیم ببینیم که این 60 میتونه شکسته بشه رو تایم روزانه یا خیر. اما در کل اگر نگاه کنیم مدل تقریبا خوب تونسته پیوت ها رو حالا تشخیص بده. یکم اینجا حالا اختلاف داشته اما تمام پیوت های بعدی رو خوب تونسته نشون بده که خب ادامهش رو هم مثلا فکر میکنم به این شکل بتونه ادامه بده دیگه. ولی خب همونطور که احتمال این هفته خیلی خبر خاصی نیست، همینجاها در جا خواهیم زد. و خلاصه اینم از وضعیت دلار. روی وضعیت سکه ترجیحی هم نگاه کنیم، سکه هم همچنان رام سطح حمایتی 40 خودش رو نگه داشته، هیچ تغییر خاصی نداریم. MA همچنان سر جای خودش باقی هست و خط روند RSI هم همچنان زیر قیمت رو داره. پس رو تایم روزانه سکه که اتفاقی رخ نداده. روی طلای 18 تایم فریم 4 ساعته هم اگر نگاه کنیم روی اون همچنان ما سیگنال خریدی نمیبینیم، یعنی کوتاه مدتی‌های طلا همچنان به بازار بر نگشتن و برای این موضوع نیاز به این هست که این فلت ابر به سمت بالا شکسته بشه دیگه. تقریبا 3,400,000 هست این عددی که باید به سمت بالا شکسته بشه که فعلا اتفاقی روی این هم نیفتاده. روی فزر هم نگاه کنیم، فزر هم همچنان رنج همون ناحیه قبلی بین اون کف کانال و محدود مقاومتی در حال درجا زدنه و خب بهتر طلای 18 رو نگاه کنیم روی این معامله کنیم دیگه. و خلاصه اینم از وضعیت کلی بازار طلا و دلار. نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت بازار بورس سهام، ببینیم که اینجا اوضاع
به چه شکل است؟ خب شاخص کل تایم فریم 2 ساعته رو اگر نگاه کنیم همونطور که می‌بینید خب تغییر خاصی به اون شکل رخ نداده. ما واگیرای کف داریم ولی واگیرای معتبر نشده. پس در نتیجه همچنان داخل فاز نزولی هستیم. یک فیبو فن هم حالا من توی این تایم بهش اضافه کردم. همونطور که می‌بینید رونم در واقع حالا فعلا درگیر ناحیه 38 فیبو فن هستیم. این اگه بشکنه خیلی هم زور بزنه تا این نیمه میاد بالا و به این صورت مستقیم صعودی نخواهد شد. زمانی صعودی میشه که این 61.8 به سمت بالا به صورت صحیح شکسته شه که خیلی جالبه که موازی هم شده با MA تایم فریم 2 ساعتش دیگه. و در کل فعلا رو تایم فریم های پایین که هیچ تغییری روی بازار بورس ندیدیم و فعلا رنج دیگه، حالا در بهترین حالت تایم 2 ساعته رنج. اما رو تایم فریم روزانه اگر نگاه کنیم، رو تایم روزانه ما تغییر خاصی ندیدیم و همونطور که می‌بینید اون خط روند RSI یک بار دیگه جلو قیمت رو تونست بگیره. همونطور که می‌بینید خط به سمت پایین شکسته شده، دو بار تا حالا ما روش پولبک رو گرفتیم و در کل رو تایم فریم روزانه ما هیچ سیگنال خریدی فعلا ندیدیم. همچنان و به قول گیج هست بازار دیگه، باید صبر کنیم این محدود نوسان کوفتی در واقع باز بشه، اون موقع بتونیم در واقع تحلیل دقیق‌تری رو روی اینها داشته باشیم دیگه. بازار نمیتونه به سمت بالا حرکت درست انجام بده نه به سمت پایین. باید بذارن این باز باشه، این حرکتی که میخواد انجام بده که خب سریعتر حداقل به نتیجه برسه. اول آخر همون میدونیم که بورس سعودی خواهد شد، اما خب این که این محدود نوسانه به این شکل باشه خب زمان رو در واقع به تعویق میندازه دیگه، که چیز جالبی هم نیست. من احتمالم در واقع احتمال زیادم تا انتخاباتم به اون شکل خبر خاصی روی بازار بورس نباشه دیگه. حالا مگر که توی مناظره و اینا صحبتای کنن راجع به بورس که حالا باید بود و دید. روی وضعیت شاخص هموز اگر نگاه کنیم، هموز یکم اوضاعش بهتره. یه واگرای آردی مثبت رو ما داریم روش میبینیم، اما خب تایید واگرایی رو هنوز نداریم دیگه. و در کل حالا اینم اگر که بتونه یک بار دیگه این امی رو پس بگیره میتونه صعودی بشه، اما فعلا خبری نیست و همچنان اون در واقع فاز نزولی سر جای خودش باقی هست. حداقل اینکه سیگنال خریدی دیده نشده و از اینجا که در واقع از بازار خارج شدیم همچنان ما تغییر رو روی بازار ندیدیم. در نتیجه نیازی هم نیست فعلا بخوایم به بازار بورس برگردیم. فعلا بهتره نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه. این از این. روی اهرم تایم فریم یک ساعته هم اگر نگاه کنیم، اهرم یک ساعته هم همونطور که روند نزولیه رو نتونست بشکنه، حتی از بهش هم نتونست برسه و قبلش ریجکت شد به سمت پایین. حالا باید ببینیم که دوباره چه کار میکنه دیگه. ابر رو زیر خودش داره، کی جنسن یک ساعته رو هم همینطور، ولی خب حالا خیلی هم بازار به اون شکل انرژی نداره که بتونیم بگیم که قدرت صعودی رو داشته باشه. روی RSI هم اگر بخوایم یک خط روند رسم کنیم، خط روندی است که مشاهده میکنید. اگه این به سمت پایین شکسته بشه باز احتمال ریزش رو میتونیم روی این هم داشته باشیم. روی خودرو اگر نگاه کنیم، خودرو بالاخره به اون ناحیه که باید میرسید رسید و دقیقاً رو همون کی جنسن و فلت ابر هم ریجکت شد به سمت پایین و رونم همچنان اون فاز نزولی سر جای خودش باقیه. تا وقتی این خط در واقع سبز به سمت بالا شکسته نشه نمیتونیم بگیم که از روند نزولی خارج شدیم. روی وقدیر هم نگاه کنیم، وقدیر هم به همون سطحی که در نظر داشتیم پولبک رو انجام داد و یک کندل نسبتاً بد رو هم زد و در کل به طور کلی رو بازار بورس همچنان تغییر عجیب غریبی گرفته نشده و همچنان همون فرمان قبلی دیگه. ببینیم که حالا روز آینده چه کار خواهد کرد. و اینم از وضعیت کلی بازار امروز. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشم که اگه فکر میکنید این ویدیو براتون مفید بوده ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و پرسود باشید.